از آهنگایی که خودت تولید کردی و بگیم تولید کردی دیگه، خودت خالقش بودی، کدوم آهنگو خودت شخصا دوست داری اونو گوش بدی؟ من یه آهنگای آلبوم برزخ و آلبوم جهنم و همشونو یه همچین حسی دارم روش، ولی خب جهنمو خیلی دوست دارم. مثلا یا من تو رو خیلی دوست دارم، شب که میشه رو دوست دارم، دل من هوا تو گرده رو دوست دارم. پس شماره یک جهنمه، بعدش همینجوری اصلا جهنم یه کاریه که بعدها میفهمن چی شد. جهنم اصلا راجعش حرف نزن. میشه یه تیکه از جهنم بری همین لایف؟ جهنم یخ زده تو دلم، بی خودی درگیر من نشو، اومدم که برم، یه جهنم ضربشو زد به من، چیزی نمونده ازم، بذار چی که دلم میخواد بگم. جهنم میریزه تو تنم، منم بذار دست و پامو بزنم، بوی خون پیچیده تو سرم، انگار دارم از بلندی میپرم.